باید ذکر نمود که در دایره تطبیق و عملی نمودن برنامه‌های دراز مدت و کوتاه مدت حکومت کوشش کرد که جهت بهتر کردن صفت و سطح زندگی مردم تاجیکستان کارهای مشخص را انجام رساند و از جمله قانون‌ها قبول شدند و صنعت‌های دیگری معیارهای حقوقی با مقصد به وجود آوردن محیط مساعد نیز به انجام رسید. ولی باعث تأسف است که در مقایسه از کشورهای منطقه امسال نیز مجموع حجم سرمایه خارجی به اقتصادیات ملی کمتر جلب گردید و باعث تأسف است که نوبسته از مشکل‌های روس‌ها با ایالات متحده و کشورهای غرب و از جمله مشکل‌هایی که در بعضی کشورهای منطقه و جهان اسلام بود، در داخل روس‌ها اقتصادیاتش با مشکل‌های زیاد روبرو شدند و این بیواسطه به سطح فعالیت و کار مهاجر کاری تاجیک نیز تأثیر منفی رسانید. ولی نوبسته از این مهاجر کاری تاجیک کوشش نمود که باز هم بیشتر حقوق انسانی خود را برای مهنت در روسیه و دیگر کشورهای خارجی عملی کند و از این خاطر موافق مقصد می بود که برنامه‌های قبول شده بیشتر اساس واقعی داشته، ماهیت آن هر چه زودتر بهر عملی نمودن آرمان‌های مردم تاجیکستان روانه کرده شود. تفاوت میان آمارهای رسمی و معلومات‌هایی که واقعیت کشور را نشان می‌دهد زیادتر است. طرز و اصول برنامه‌ها در تلویزیون و رادیوی تاجیک تغییر نیافت. نشریه‌های مستقل کمتر شدند. دسترسی به منبع‌های اطلاعات و رقابت آشکار بیانی کمتر به نظر رسید. شاید کفالت امنیت کمتر شد یا زمینه‌های اقتصادی فعالیت سوبیکت‌های فضای اطلاعاتی یا چنزور کسبی ژورنالیستان و غیره. اما باید تدبیرهای اندیشید که آزادی سخن، آزادی بیان و فعالیت نشریه‌های مختلف بخصوص غیر دولتی همچون شرط مهمی عملی نمودن آرمان‌های قانونی اساسی تاجیکستان جهت تشکل جامعه شهروندی و گسترش نهادهای دموکراتی پذیرفته شود و در این خصوص اراده سیاسی واقعاً در عمل لازم است.